بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، نمازگزاران محترم، از خداوند عز و جل در این لحظه های اجابت دعا و در این روز سید الایام، روز جمعه که ساعت هست، ساعت اجابت دعا میکنیم که پروردگار عز و جل این روز و همه روز ما و شما را مبارک و با برکت بگرداند و پروردگار عز و جل در سرزمین ما، کشور ما، خدایا صلح و ثبات را، امنیت را ابدی و نیکی بگرداند و پروردگار عز و جل این همه قدم هایی که به سوی خانه‌اش آمده، خداوند اجر و پاداش را در نامه اعمال شما نوشته بگرداند برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستان عزیز، حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة کفاره لما بینهما. همین نمازی که شما پنجگانه را میخوانید، هر یک نماز خوانده اتان را انتظار می شود که با دیگر نماز منتظر می شود و این جمعه را که خواندید با جمعه آینده منتظر می شود و آماده با جمعه آینده می شود. خداوند عز و جل بین دو جمعه شما، بین هر یک نماز شما کفاره گناه هست، بخشیدن گناهان هست. خداوند گناهی بنده را به طریق این انتظاری که می آمرزاند. البته در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که من توضأ فاحسن الوضوء، کسی که طهارت میکند و به بهترین صورت طهارت میکند، دستهای خود میشوید، چیروی خود میشوید، محسی سر میکند، خب با تمام فرضیت ها و سنت های طهارت یعنی درست طهارت میکند. البته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که خرجت خطایاه من جسده، گناهانش از بدنش خارج می شود. به طریق چی؟ به طریقی که به بهترین صورت طهارت کرد. حالا الحمدلله هر یکی ما و شما در این جای نماز نشسته هستیم با پای طهارت. نگاه کنید که پیغمبر نازنین چه سخن زیبایی گفتند و چه وعده های دادند که انسانی که طهارت میکند به سبب یک طهارتی که چند دقیقه میکشد، به سبب طهارت کردنش خداوند گناهان او را از بدن او خارج میکند. حتی تخرج من تحت اظفاره، پیغمبر میگوید که حتی از زیر ناخنش گناهانش خارج میشود. گناهان صغیره او دیگر به طریق همین عمل خوبش طهارت از بدنش خارج می شود. خب گناهان کبیره باشد به طریق توبه هست. اگر توبه کرد خداوند چی گناه کبیره او را می آمرزاند. و موعظه جمعه ما و شما در فضیلت و ثواب صدقه جاریه می باشد. همه ما و شما می دونید که صدقه جاریه این صدقه روانی هست و این صدقه دائمی هست که حتی بعد مردن انسان نامه اعمال او باز هست در طریق چی؟ صدقه جاریه. یگانه انسان در قبر تا روز قیامت خواب می رود، نامه اعمال او پر از ثواب هست به طریق صدقه جاریه. حالا در دین مبین هم این اهمیت خیلی بزرگی دارد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که ما نقصت صدقه من مال، هیچ صدقه از مال کم نمی شود. انسانی که در راه خدا صدقه میکند از مال او هیچ چیز کم نمی شود. حتی خداوند 10 چندین برابر برای او ثوابیت میدهد، مال او را 10 برابر اضافه میگرداند، زیاد میکند. 10 برابر. مادامی که انسان صدقه میکند، یک نیازمند هست، یتیم هست، بیچاره هست، فقیر هست، با او صدقه میدهد، ثواب بیشتری دارد.
حتی انسان را در روز قیامت که روزی سخت هست برایش فایده میرساند که پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم میگوید که هر کسی که صدقه میکند به کمبغل و فقیر و بیچاره و یتیم، برای خود در اون روزی که روزی سخت هست، آفتابش گرمیش چنان سختی هست که انسان را عرق بدنش غرق میکند، و برای خود به طریق صدقه جاریه چتر میگیرد. یعنی به اصطلاح امروزه زانتو که میگیرد که بالای سر خود همین صدقه جاریه او هست. خداوند نه هر کس را موفق به صدقه جاریه میکند. البته صدقه جاریه را کسی میکند که او ایمانی بر خدا دارد. صدقه جاریه را کسی میکند که او ایمانی به آخرت دارد، روز قیامت را باوری دارد و ترس از خدا دارد، و اون مالی که خداوند میلیون ها داده است در راه خدا، مکتب و دانشگاه و راه و چاه برای مردم آب نوشیدن ساز میکند، البته برای آخرت خود یک آبادی، یک کار خیر کرده است. صدقه جاریه صدقه هست که انسان در روز قیامت یک افتخار دارد در نزد پروردگار. اگرچه در قرآن هم اشاره میکند که انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقه را به کی بدهید؟ صدقه را به محتاجمند، نیازمند، راهایی که مردم به مکتب روانه شده نمیتونن اون راه ها را آباد میکنی، اون مکتب هایی که آباد کرده دانش و علم و معرفت مردم میگیرن، این صدقه هست که برای انسان صدقه جاریه هست. اسلام که همیشه ما را به انجام دادن خیر و سخاوت دعوت میکند، در همین زمینه یکی از راه‌های بهترین اجرای این دستور عملی نمودن صدقه جاریه می باشد. در مذهب حنفی که ما و شما پیروی آن هستیم، صدقه جاریه اهمیت بلندی انسان دوستی، اجتماعی و مذهبی دارد. صدقه جاریه جامعه را با هم متحد میکند و همبستگی مردم را تقویت میبخشد. وقتی شخص راه میسازد، مکتب یا انشاءات دیگری را بنیاد میکند، یا کتاب‌های برای رشد علم و دانش مفید را نشر میکند و آدمان از انجام یافتن چنین عملهای خیر بهره میبرند، این باعث پیشروی رشد اخلاقی جامعه و ترقی کشورمان میگردد. همکاری بین افراد جامعه زیاد شده، احساس مسئولیت، زندگی و همدردی افزون میگردد. مسلمانان باید به جای اسرافکاری به انجام دادن عملهای خیر پردازند. در شریعت اسلامی عملهای گوناگون نیک ذکر شده است که بهترین آنها صدقه جاریه می باشد. نمازگزاران محترم که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یکی از واخوری‌هایشان به اهل جامعه درباره شخصان محتاج سخنرانی نموده، دایر به فضیلت صدقه جاریه چنین ذکر کرده بودند: اشخاص دارا و ثروتمند باید سعی کند که صدقه اشان را اول به برادر و خواهر کمبیزاعت، خویش و تبار نزدیک، همسایگان و آدمان کمبیزاعت، یتیمان و معیوبان و اشخاص و اینها مانند دهند، یا مبلغهای خود را همچون صدقه جاریه برای آباد کردن دهه و منزل، محل زیست، آب آوردن، پل ساختن، راه بنیاد کردن، ساختمان مکتب و بنگاه‌های طبی و دیگر کارهای نیک را صرف کنند که آن خیری صالح می باشد. در فرهنگ اسلامی هر کس اساسگزار یا زنده کننده کار خوب سنت حسنه می باشد. تا روزی که آدمان آن کار را انجام می دهند برای او نیز ثواب نوشته خواهد شد. صدقه جاریه هم مانند کار خوب تا روزی که انسان ها از آن بهره مند می شوند ثواب صاحب صدقه خواهد رسید. این سخنها از سوزش دل هست، این سخنها از عمق دل هست. برادران اهل اسلام، پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم برای ما و شما چه سخنهای زیبایی را برای آخرت را آباد کردن، برای در زندگی خوشبخت بودن
و انسان با آبرو زندگی کردن و بعد مردنش هم نسل او، ذریت او، فرزندان او با فخر از نام نیکی اون نفر ذکر میکنن. چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی سخن زیبایی را گفتند. خوب با دقت باشید، حداقل همگی ما و شما اگر یک در حیات زندگی خود یک صدقه جاریه کنیم، چقدر کار خیر و این سخاوتمندی هم این دنیای ما و هم آخرت ما را آباد می سازد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرمایند: اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث. وقتی که خداوند انسان را قبض روحش میکرده است، ملائکه جان او را میگرفته است، انسان در قبر خواب میرفته است تا روز قیامت، نامه اعمال او بسته می شود مگر اینکه از سه چیز نامه اعمال او کشاده است و تا روز قیامت هم نامه اعمال او پر از ثواب و نیکی و خیر و سخاوت هست. این سه کرداری که پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم با ما و شما دستور داد، در زندگی ما و شما باید حتما عملی شود، زیرا که دنیا و آخرت ما آباد می‌گردد. یکم صدقه جاریه. خوب صدقه جاریه هم خیلی که در اول صحبت برای شما صدقه روان، صدقه که جاویدان هست، همیشه هست تا قیامت، چی بر راه ساز کردن، علم آموختن، علم آموزاندن، یک کس را دانشمند کردن، متخصص کردن در ساحه دین و دنیا، البته این صدقه جاریه است. آموزگار نورس را دانشمند میکند، صاحب معرفت میکند، بعد مردنش هم این نامه اعمال او را پر از ثواب میگرداند. شما بدانید که پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم میگوید که من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله. هر کسی که در زندگی یک برادر را، یک بنده را دلالت به کار خیر میکند و اون انسان کار خیر را انجام داد، اینم مثل همون انسان اجر و پاداش میگیرد تا روز قیامت، تا هر وقتی که اون بنده عمل خیر را از او عملی میکند. وقتی که انسان کار خیر را عملی میکند، کار نیکی را انجام میدهد، اون انسان دیگری که دلالت کرد این را به کار خیر، البته از ثواب اون برایش داده می شود، اما از ثواب او هیچ چیز کم نمی شود. ثوابی مثل او داده می شود و از ثواب او هیچ چیز کم نمی شود. و خداوند عزوجل هم در سوره یاسین می فرماید: استعیذ بالله انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. به درستی که خداوند بعد از میرانیدن باز زنده میگرداند، هر مرده را زنده میکند و هر چیزی کار خیری که انسان پیشه میکند برای خود او را عملی میکند، خداوند او را می نویسد و در روز قیامت ثوابش را برایش عطا میکند. بینید که دوستان عزیز که روز قیامت چنان روزی سختی هست که روز دشواری هست که پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم روز قیامت را وصف میکند که روزی خیلی دشوار و آیت قرآن هم صراحتاً میگوید که مادر از فرزند میگریزد، برادر از برادر خود میگریزد. روز قیامت روزی سختی هست که همه وای جان خود میگوید، وا نفسی میگوید. اما انسان خوشبخت کسی است که به خود صدقه جاریه گذاشته باشد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که عمل انسان بعد از مردنش قطع میگردد مگر که نامه اعمال او باز هست و اون عملهای سه گانه او باقی میماند. یکم گفتیم صدقه جاریه هست، اولین صدقه جاریه، دوم
فرزند صالحی که در حق پدر و مادر دعای خیر کند. در دین مبین اسلام مسئولیت تربیت فرزند خیلی مهم هست. حتی خداوند اشاره میکند که ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. ای کسانی که ایمان آورده اید، بعضی از زنهای شما و بعضی از فرزندان شما در روز قیامت دشمنان شما هستند. مادامی که اونها را تربیت نکردید، اونها را لقمه حلال ندادید، اونها را از در خانه دور کردید، بیرون نکردید، در روز قیامت گریبانگیر شما می شوند. این مسئولیت هست. باید انسان در دنیا، این امتحان هست در دنیا برای ما و شما.